یو گایز، حامی هستم. اومدم تو وو ریتیل بهتون یه گلد فارم خوب معرفی کنم که بتونین حدوداً ساعتی 100,000 تومان ازش درآمد داشته باشین. امروز 2 اسفنده، با من همراه باشید. خب بچه ها، برای این فارم شما به 2 تا ورک نیاز دارید که یکیش اینسکریپشنه که فقط لرنش میکنید. البته اگر بتونید لول اپش کنید خیلی بیشتر میده، ولی هزینه زیادی داره، پیشنهاد نمیکنم. تیلورینگتون تا لول 60 میارید بالا و قسمت From Dawn Until Dusk رو تا 30 میبرید. این دوتا زیر شاخه‌هاش رو فقط باز میکنید. تکسایل ترژرز کوچیک بود نتونستم بخونم. 30 تا هم به این میدید و زیر شاخه‌هاش رو باز میکنید که خیلی مهم نیست. اگر باز پوینت بیشتری داشتین میتونستین کوالیتی فابریک هم تا 30 ببرید که لول چیزهایی که براتون میندازه بالاتر باشه تا گلد بیشتری در بیارید. حالا اینا رو داریم. ما به اصطلاح هر ادی که میزنیم کلوس دراپ میده یا امکان داره ابزار اینسکریپشن دراپ بده. میریم داخل یکی از دانجنا، دکمه آی رو میزنید، قسمت دانجن فایندر، فالوور دانجن و دارک فلیم کلفت رو میزنید. به اصطلاح هر رولی که دارید، اگر هیلر باشید سخته براتون و فارم خوبی محسوب نمیشه، بهتره اسپک های دیگه ای بذارید چون آی لول یا چیز خاصی نمیخواد. من روی تانک میذارم چون راحت‌تره، چیلتره برای من. با دی پی اس هم میشه، اتفاقا دی پی اس میج یکی از بهترین هاشه. بلافاصله فاین میشه چون که کلا با بات میریم داخل و این پارتی که میبینید کلا بات هستش. میتونید از ادان هایپر اسپان استفاده کنید برای چک کردن دقیقه دوریشنتون که چقدر فارم کرده این چند تا اد کشین. حدودا هر 500 ادی که بکشید حدود 10 کی گلد به شما میده. هر 500 تا رو که کشتید 10 کی داد. 10 کی با احتساب گلد 2900 میشه حدوداً 29 تومن که تو هر یک رب معمولا انجام پذیره با میج با کرکترهای دیگه تا 20 دقیقه که تقریبا تو هر ساعت 116 یا تا 100 تومن به شما پول میده. شما وارد دانجن که میشید اول تمام ادها رو میکشید. الان براتون یه دور میرم تا ببینید. همو عوض نکردم. و بعدش لوت میکنین. اگه دقت کرده باشین لوت هم به من ویو کلاس میده، ویور کلاس بولت و دان ویو و یه سری چیزای دیگه. حالا آخرش بهتون کامل نشون میدم. الان که تقریبا گلد بوست به خاطر آخرای پچ اومده پایین، میتونید تا چند روز آینده خیلی خوب از این راه پول در بیارید. من اینو به 3 تا پک تقسیم میکنم. میجا تا آخر میکشن، آلتر تایم میکنن و برمیگردن که خیلی براشون مناسبه. ولی خب من اینطوری میکشم، خودتون تست کنید ببینید تو چه حالتی سریع ترین بازدهی رو دارید، با کلاستون چقدر سریع میتونید بزنید و راحت باشید. مثلا بچه های ما با شادو پریست میزنن، با دیمنانتر میزنن، با روگ میزنن و هر کدومشون هم به یه شکلی میزنه. یه سری تو 2 پول میزنن، یه سری تو تک پول میزنن، یه سری تو 3 پول میزنن. مثل من برای من یکم تایمش بیشتر شه ولی چیلتر باشه حالم راحت تره. هیچ تنشی نداره، هیچ CD یوز نمیدم. حتی اگه بخواین یه دست با DPS هم میرم تا بهتون نشون بدم که با DPS چجوریه. فقط یه مکرو رو میذارم تو دیسکریپشن
باید اون مکرو رو یوز بدید و اینطوری فارم کنید، چون اگر یوز ندید میرید کاملا بیرون از دانجن. نگاه کنید من مکرو رو یوز میدم و میپرم و وقتی میپرین داخل دانجن دوباره میتونید برید توی دانجن اگر دقت کرده باشید. ولی حالا من مکرو رو میزنم و نمیپرم، اول لود میکنه برای میاره بیرون و دوباره فایند میکنه که اکسپت کردی، دوباره یه لودینگ دیگه و تو رو میبره داخل. حالا بذارید من با DPSC برم بهتون یه دور DPSC رو نشون بدم. با DPSC میندازیم این دکمه رو من میزنم، تانک بیفته جلو، ولی خب خیلی این اعداد قوی نیستن. دقت کنین خیلی سریعتر از قبلی شد و بخواید سیلی های دیفنسیوتون رو منیج کنید خیلی هم بهتر میشه. اینا رو اگه بیارید پیش تانکتون، خود تانک اینا رو اگرو میکنه، تانت میکنه، چون که بالاخره بات هم دیگه کمک میکنن. اینا فکر میکنم ما داریم دانجن میزنیم، نمیدونن که داریم پار میکنیم. و با کمک این ادان هایپر اسپان شما خیلی راحت میتونید بفهمید که چند دقیقه طول کشید این مدلی زدید، چقدر طول میکشه. من دیوان شیلد میکنم. دقت کرده باشه اصلا HP من حتی تکونم نخورده. به همین راحتی. بعد همین آیتم ها رو میبریم داخل آکشن میفروشیم. یه سری ترش هم داره که به وندور میفروشید، را گلد میگیرید و یه سری به اصطلاح اینا رو میبرید داخل آکشن میذارید و میفروشید و پولتون رو در میارید. ممنونم که ویدیومون دیدین. حامی هم اگر بیشتر آموزش در مورد ورلد آف وارکرافت و بازی دیگه میخواین منو دنبال کنید و ویدیوهای دیگه رو نگاه کنید. خیلی ممنون.